شب تاریک، آسمان پر از ستاره. مکه در خاموشی فرو رفته است. اما در این شب حادثه رخ می‌دهد که حتی جهان جن‌ها را تکان می‌دهد. این واقعه در زمان محمد صلی الله علیه و سلم رخ داد. در آن دوره جن‌ها عادت داشتند که به آسمان نزدیک شوند و بعضی خبرها را بشنوند. اما ناگهان همه چیز تغییر یافت. هر بار که آنها می‌خواستند به آسمان بالا روند، شهاب‌ها مثل تیرهای آتشین آنها را می‌رانیدند. آنها ترسیدند و حیران شدند. گفتند چی روی داده است؟ چرا آسمان دیگر محافظت شده ایستاده است؟ آنها فهمیدند که در زمین واقعه بزرگی رخ داده است. آنها در اطراف مکه می‌رفتند تا ناگهان صدای شنیده شد. صدای آرام ولی پر از قدرت، صدای تلاوت قرآن. آن شب پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نماز می‌خواند. آیت‌ها در فضای شب طنین انداز، یعنی بلند، تأثیربخش و با قدرت بود. جن‌ها ناگهان ایستادند. یکی از آنها گفت خاموش باشید و گوش کنید. آنها گوش می‌کردند. هر یک آیت به دل‌هایشان می‌زد. این سخن به سخنان انسان مانند نبود. در آن نور بود، در آن حقیقت بود، در آن قدرت بود که دل‌ها را می‌لرزانید. آنها فهمیدند که سبب محافظت شدن آسمان این است. این وحی است، این کلام پروردگار است. در همان لحظه آنها ایمان آوردند. بعد از شنیدن قرآن گفتند ما قرآن عجیبی را شنیدیم. آن برای راست هدایت می‌کند. پس ما به آن ایمان آورده ایم. این سخنان آنها در سوره جن ثبت شده است. فکر کنید بسیاری از آدمان مکه قرآن را می‌شنیدند ولی انکار می‌کردند. اما جن‌ها تنها با یک چند آیت حقیقت را پذیرفتند. آنها به نزد قوم خود برگشتند و گفتند ای قوم ما، دعوت الله را قبول کنید و به او ایمان بیاورید. این واقعه اینچنین در صحیح البخاری و صحیح مسلم ذکر شده است. این قصه به ما چی می‌آموزد؟ حقیقت را نه چشم می‌بیند و نه گوش می‌شنود، بلکه دل قبول می‌کند. دلی که پاک باشد حقیقت را می‌شناسد. شاید امروز ما هر روز قرآن را می‌شنویم، اما سوال این است آیا دل‌های ما مثل آن جن‌ها زنده است؟ آیا یک آیت می‌تواند ما را تغییر دهد؟ یا ما تنها می‌شنویم ولی حس نمی‌کنیم؟ این یک شب بود که جن‌ها حقیقت را پذیرفتند. شاید این شب نوبت ما باشد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. یعنی بگو به من وحی شده است که گروهی از جنها گوش فرا دادند و گفتند که ما هر آینه قرآن عجیب شنیده ایم، برای راست هدایت می کند. پس ما به آن ایمان آورده ایم و هرگز کسی را شریک پروردگارمان نمی سازیم. شاید تنها چند آیت بود، اما برای آنها کافی بود تا که حقیقت را بشناسند. السلام علیکم.